این کلید روشن خاموششه. این کلید روشن خاموش دستگاه رو برنامه اکو میاد اولش 440 دقیقه است تایمش که برنامه قابل استفاده زیاد نیست، فقط واسه مصرف برق صرفه جویی میکنه. بعدش 4 ساعت روشن میشه کار میکنه. شما این برنامه‌های دیگه بهتره. این برنامه اکو فقط هدفش صرفه جویی تو مصرف برق. برنامه اوتو هم میشه اوتو 4565 نوشته زیرش، خودش اتوماتیک چربی آب و سنس میکنه، سنسور کفش هرچی چربتر باشه گرمتر میکنه، هرچی کم چرب باشه مثلا اون ظروفی که شما غذا خوردین چربیش پایین باشه دما رو پایینتر مثلا 45 50 اینو گرم میکنه، بیشتر دیگه گرم نمیکنه، ولی آخرین حدش دیگه 65 درجه گرم میکنه. این برنامه میشه قابلمه مایتابه که با دمای 70 درجه میشوره واسه ظروف خشن، مثل قابلمه مایتابه واسه ظروفی که این دما رو تحمل دارن. مثلا تو این برنامه اگه ظروف بچینید احتمال خراب شدن، شکستن، کدر شدن هستش. این برنامه 1 ساعت است، تو 1 ساعت با 65 درجه میشوره، 1 ساعت و 5 دقیقه زمان با 65 درجه میشوره. برنامه‌ای که خیلی مشتری‌ها با قرصای فعلی استفاده میکنن میگن جواب داده، ولی آخرش احتمال داره رو ظروفتون یه بخار قطرات آب بشینه چون خوب خوش نمیکنه دیگه، چون تایم همه چیز کم شده. ولی برنامه‌ای که بیشتری‌ها دارن استفاده میکنن. این کریستال میشه مخصوص کریستال بلور، اون گیلاس بهش میگن، ولی 45 درجه است، سریعشه. این واسه اینم تقریبا مثل همین برنامه است، تفاوتشون اینه که این با 45 درجه آبو میشوره، زیاد چیز ظروفو میشوره ولی زیاد داغ نمیکنه، مثل این تا 65 درجه گرم نمیکنه. ظروف حساس اینا اگه باشه تو این برنامه خوبه، ولی اینم مثل این خشک‌کنش زیاد قوی نیست، آخرش اتفاق میفته. این 1 ساعت و 50 دقیقه است، با دمای 40 درجه شستشوش انجام میده، مخصوص کریستال، آکروپال، بلور، چینی، ظروفایی که نقش و نگار داره بیشتر این برنامه ما بهش میگیم همون گیلاس، یا برنامه حساس، ظروف حساس هم بهش میگیم. اونجا هم توی دفترچه‌ش هم توضیح داده بهتون. اینا میشه سایلنت که واسه شب و اینا استفاده میشه که اصلا ظرفشویی زیاد صدایی نداره، برنامه‌ای که فقط به خاطر صدا یواشتر کار میکنه. مثلا شما وقتی آب میپاشه صدای خیلی کمی به گوشتون میرسه، این یکم کمترش میکنه. خب 4 ساعت زمان میده. آره زمان زیاد میشه. این برنامه‌های اضافهش اینجا که مثلا من اوتو رو انتخاب کنم، این بر بهتون بگم این میشه یه حالت آبکشی اضافه. این برنامهش میشه کاهش دهنده تایم شستشو، مثلا این 2 ساعت و 20 دقیقه شد 1 ساعت و 43 دقیقه. مثلا این برنامه رو شما میکنید تو بعضی برنامه‌ها کار نمیکنه، مثلا ببین تو این برنامه اولیه کار نمیکنه، مثلا چون این تایمش کمه خودش، ولی تو این تو اون کار نمیکنه، تو این کار میکنه، تو اکو کار میکنه، تو برنامه 1 ساعت کار نمیکنه، تو این برنامه سریع کار نمیکنه 100%، تو برنامه‌ای که روشن نمیشه کار نمیکنه. تو اوتو ببینید کار میکنه. بعد این واسه نرم افزار باشه، ارتباط با موبایل، این واسه هست برنامه‌اش. آره تو سایت خود بوش باید بگیرید. بعد این واسه شستشوی بخاره که فعالش کنید، یه مرحلهشو با بخار انجام میده، بخارش هم فعال میشه. این آبکشی با دمای بالاست، هایدروژن پلاس میشه آبکشی با دمای بالا واسه زمانی که مثلا کسی سرما خورده، ظروف اینو میخواین ضد عفونی بشه، این برنامه رو استفاده میکنید که آبکشی رو با دمای بالا انجام. بعد اینو میشه 1/2 شور، مثلا شما ظروفتون کمه 1/2 فعال میکنید که یکم تایمو کم کنه. اینم مثبت و منفی که اینجا میبینید هم واسه ارزم به حضورتون تایم مثلا دیلیش خودش روشن کنه. آره مثلا شما 10 ساعت دیگه تایم بدید، این برنامه رو انتخاب کردید یا این برنامه یا این، هر کدوم انتخاب کردید، قرص رو گذاشتید، ظروف رو گذاشتید داخلش، الان میخواین ولی شب آخر شب نمیخواین روشن بشه، میخواید صبح روشن بشه، دیگه اون تایمی که شما میدید بهش
مثلا من 12 ساعت دیگه تایم دادم. این استارتی که بزنید تو این چند ساعت ساعتش این میشه یا دقیقهش میشه یا همین؟ مدل‌های دیگه فقط ساعت اضافه میکنه. این سری شیشا هم ساعت دارم دقیقه اضافه میکنه. یکم که نگه همیداری سرعتش میره بالا. میشه ساعت. آره الان ساعت. هرچی انگشت روش باشه دیگه سرعت ساعتش بیشتر میشه. این الان مثلا 10 ساعت و 20 دقیقه دیگه. این 10 ساعت و نیمه دیگه این دستگاه الان من استارت بزنم روشن میشه، شروع به کار میکنه. ولی توی این تایمی که تایم دادیم تو ظروف خوش نشه، هر 2-3 ساعت یه بار یه آبپاشی روی ظروف رو انجام میده که مثلا ظروف شما خوش نشه، ظروف دیگه اون غذایی که روش مونده خیلی خوش نشه و خیلی چیز نمونه، تازه بمونه تا اون موقع شستشوش. این کارو خودش انجام میده. تا این تایم که استارت بزنید دیگه این تایم هستش، یا باید کنسل رو انجام بدید، پاور رو 4 ثانیه نگه دارید ریست میشه، یا باید صفرش کنید. برنامه‌اش رو بهتون توضیح دادم. این هم که نشانگر نمکشه، الان نمک نداره دستگاه. این هم نشانگر جلو دهندشه. یه عکس شیر آب اینجا هست که دقت کنید خاموشه الان. این هم وقت روشن بشه یعنی آب وارد دستگاه نمیشه یا تو مسیر تخلیه مشکلی دارید. این هم نشانگر ماشین نظافت خود ماشینه که هر وقت روشن بشه شما باید انجام بدید، شستشوش استارت بزنید کارش انجام بده. یه هر چند وقت یه بار اونو ازتون میخواد خودش به صورت اتوماتیک. بعد فقط یه استارت بزنید وقتی اومد عکسش اومد. بله. هیچی توش نباشه یه استارت بزنید. یه قرص جرمگیر بذارید بعد نیست. یه قرص هم بزنیم که قشنگ. این علامت وای فای که نرم افزار اگه بخواید فعال کنید اون وای فای هم روشن میشه خودش. درست.